میدونستی چرا گاهی اوقات حین تمرین کردن خمیازتون میگیره؟ این موضوع میتونه چندین دلیل داشته باشه که چند تا از مهمتریناشو براتون توضیح میدم. اولین مورد تنظیم دمای مغز. وقتی که شما تمرین سنگین میکنید دمای مغزتون افزایش پیدا میکنه و خمیازه با افزایش جریان خون و ورود هوای خنک به بدن باعث کاهش دمای مغز. دومین مورد کمبود اکسیژن یا تجمع دی اکسید کربن. وقتی که شما نفس سطحی میکشی بدن با کم اکسیژنی مواجه میشه و مغز با خمیازه کشیدن سعی میکنه که اکسیژن بیشتری رو وارد بدن کنه. سومین مورد فعال شدن سیستم عصبی خودمختار. وقتی که شما تمرین میکنید سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و خمیازه کردن راهیه برای بازگردوندن تعادل بین سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک. چهارمین مورد میتونه علامتی از فشار خون باشه. وقتی که شدت تمرین خیلی بالاست خمیازه این آلارم رو به شما میده که باید از فشار تمرینتون کم بکنید یا اینکه بدنتون نیاز به ریکاوری بیشتری داره. اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد پیج من رو فالو کن و حمایت کردن لایک کامنت یادتون نره.